آیا براتون سوال خلق شده وقتی که شما تیک تاک ویدیو درست میکنین و ویدیوهایتون فوری نمیره دلیلش چی است؟ من براتون میگم. شما اگر در تیک تاک، اینستاگرام یا یوتیوب فعالیت دارین و ویدیوهایتون ویو یا لایک بیشتر نمیگیره یا شما فالوور به دست نمیارین، دلیلش فقط صداست. شما باید از صدای میکروفون تلفنتون استفاده نکنید. شما یک میکروفون جدا نیاز دارین که تا ویدیوهایتون بیشتر جلب توجه بشه و ویدیوها رو در ویرال ببرن. ما میکروفون رو براتون پیشنهاد میکنم. DJI کمپانی معتبر و مشهور چینایی است که شما میدانید و این روزا کامراهایی که به بازار تولید کرده و میکروفونایی که به بازار تولید کرده خیلی معتبر و شناخته شده است. اینا با هم باز میکنیم، میبینیم طریق استفادهش و صدایی که فعلا ما براتون صحبت میکنم صدای میکروفون تلفن است و بعدش شما میتونیم در ویدیوی بعدی که ما براتون میذارم ببینیم که چطور نتیجه داره. دوست عزیز، شما که باز میتونید چیزی با خودش داره، خود کامera است که با یک کیف محافظتی که خودش میتونید زمان که شما نمیخواید استفاده کنید داخل از این بمونید و بسته کنید. میتونید در سفرتون با خودتون داشته باشین و یک دفترچه راهنما داره و داخل کیف چی داره که خود میکروفون است. البته که میکروفون سرش فعلا بسته است. ببینید یک باند باز میکنیم و این از خود میکروفون DJI و این شما میتونید با خوبی از این چیز که این میتونید مثلا با خودش دو لاین جداگانه آیفونایی که قدیم ازش استفاده میکردن و جدید تایپ سی همچنان با خودش داره. اینو ببینید اینجا تایپ سی داره و این شما میتونید به تلفنتون وصل کنید که بخواید هر دو میکروفون با هم وصل کنید و شما تنها میتونید که از طریق بلوتوث خود یک DJI مثلا شما میتونید از طریق بلوتوث با تلفنتون وصل کنید و نیاز نباشه که این شما در تلفنتون وصل کنید. خب دوست عزیز، در ویدیو بعدی براتون از طریق این میکروفون ویدیو رو درست میکنم و ببینید تفاوتش با میکروفون تلفن که چقدر تفاوت داره. اگر ویدیو رو نمیخواید که عزیز بتین فالو کنید و ویدیو بعدی رو منتظر باشین و نظر خودتون کامنت بنویسید.